در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر خوراک مور میگردی. این دنیایی که بی ارزشه، این دنیایی بی این بزرگی، این دنیایی بی این دروغی، چرا آدم انقدر غم و غصه بخوره؟ چرا انقدر ناراحتی میکشه؟ همش یالان دنیا ده. چی غم و غصه بخوری؟ دنیایی که هیچ ارزشی نداره، چی ما بیام غم و غصه بخورم؟ پس به فکر خودمون باشیم، به فکر این 4 روز زندگی باشیم، خوش باشیم، درست زندگی کنیم. واقعا اینقدر حسرت این اونو نخوریم. آقا به من چه فلانی ماشین چند میلیارد زیر پاشه؟ آقا اون لیاقتشو داشته، بهش رسیده. ببین اون چقدر زحمت کشیده واسه اون. به ما چه ربطی داره؟ ما چرا حسرت دیگران رو بخوریم؟ همین عشق ببر، لذت ببر به این زندگی که الان